السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، آرزوی هر یک انسان است که در اینجا تعلیم بگیره. ببینید چه خیلی بچه‌ها تعلیم گرفتند. ماشاءالله ببینید یا کلاناشون تعلیم گرفتند. و در اینجا مایده ها و کودک‌ها ماشاءالله یعنی حفاظ القرآن. اینا را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه اهل القرآن اهل الله و خاصه. اینها اهل الله هستند و اختیار کرده الله سبحانه و تعالی هستند. الله خاص کرده و انتخاب کرده اینها را. ببین در این سن سال ما و شما در کجا بودیم؟ در این سن سال ببینیم 7 ساله 8 ساله 9 ساله 10 ساله ماشاءالله کلان ساله را مثلا ماشاءالله تعلیم میگیرن. يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب علم فرض است برای هر یک مرد مسلمان و هم زن مرد. ماشاءالله اینجا با آنلاین درس و دسترس آنلاین با طریق تلفن. اینم درس میکنه با طریق تلفن. استاد هستن ماشاءالله. ببین ماشاءالله الله نیابانشون ماشاءالله صفشون زیاد کنه. با استادتر میره با کلانترکا هستن. یعنی استادای که درس قرآن بگیرن، درس قرآن تعلیم میدن. این کودک کارا ببینیم ماشاءالله. ماشاءالله ببینیم چقدر خوب زیبا مردم طلب علم کیستن. الله اکبر. ولی بعضی ورا می نویسن میبری براتون طلب علم کنی. گفتم درسته میتونی گفت بگین بنویسین حق دارین. ای الله ما قرآن حفظ کردیم الحمدلله. کم کم مراجعه کردیم. الله موفق گردن هر کدیم و شما را فرزندامون را که این خیلی بیان حفظ قرآن کنن. ببینید ماشاءالله یک چرخ بزنیم ببینیم. بعضی حاجی را میان وقت اینجا زچاتون به احساس که کردیم بود نبود مثلا چه خیلی خون نخون کودکا کارا بخوندن در سر اسپردن براشون افطار تیار کردن. ماشاءالله این افطار تیار که احساس برای طالب علم ها. ببینید ماشاءالله علیکم کودکا کارا ببینید تیار کردن در سر دسترخوان نشستن سراسیمه کودکا وقتی طالب علمی. ماشاءالله یا الله. ماشاءالله ایسی که میای اوسی که برای سنی روزه میره ماشاءالله. به مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل راست که میره سنی روزه مبارکه. اینجا کلانترک و علم میگیرن. اینجا پدراشون تعلیمشون میده. اینجا در پیش شیخ های کلان برای سند میسپارن حدیثی. اینجا برای یعنی دیپلم گرفتن از قرآن یک کس میره میسپاره بهشون یه واقعی. امام حرم باید همین جا باشه. در گنداش پیداش کردم نشون داد میتونم. نه انتم اعلم ام حضرت خیل خلاصی گفت چیه ده مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خیلی ما را بریم فرصت استفاده بریم قرآن تکرار کنیم در بین گلکا و ویغمون در زود تکرار میشه. ببینید ماشاءالله راحت کنید. در اینجا کودکا کارا ببینید ماشاءالله کودکا خیس رفته ایسته ماشاءالله.
ملکه که ماشاءالله ملکه ماشاءالله حضرت که ماشاءالله ملکه رو بینی بیا مرم بخر میگن چیز بیارم شما توفا ماشاءالله حضرت کلان در بین اینای آدم حاجی باشه حضرت خلاص گپ دیده نه بینش خیلی ماشاءالله مردم تعلیم گرفتیستن فرق نداره جه سیاهی سرخی سفیدی کبوتی چخیلی که هستی یا تعلیم بگی در کمرخ شنو میتوانه حتی پری آدم هم هستی ماشاءالله